وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا. پروردگارا فرزندای ما را از پیروی اسلام و قرآن بیگانه مگردان. خدایا فرزندان ما را از راههای فساد و از راههای بد اخلاقی و از راههای پیروی کردن مدنیت امروزی غرب نگه دار. اللهم اطرد الشیطان من بیوتنا، اللهم اطرد الشیطان من بیوتنا. خدایا شیطانهای انسی و شیطانهای جنی را از خانه‌های ما دور گردان. خدایا نه به شیطانهای آدمی و به نه شیطانهای جنی امکانیت ده که در خانه‌های ما تأثیر خود گذارند و فرزندان ما را و دخترای ما را و پسرای ما را از راه اسلام بیرون کنند. خدایا تو به این قادری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما كنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظیم. قرآن برای یوسف سه کرته بیان می سازد. حضرت یوسف سه کرته داشتند. یکی کرته جفا بود، کرته بیرحمی و ظلم و ستم، و یکی کرته براعت بود، کرته که بیعیبی و پاکیزگی یوسف شهادت داد، و یکی کرته شفا بود، کرته بود که با رسیدن به رخسارهای یعقوب چشمان نابینای او روشن گشت. این سه کرته در حقیقت یکی است یا کرته های جداگانه است. اگرچه بعضی مفسران میگویند که این دو کرته هست، یکی کرته جفاست، یکی کرته براعت و کرته شفا یکیست. این دو کرته است. اما امروز محققا و ناقدای حدیث
اثبات کردن که این کرته ها هر کدامش علاحده است. و الان ما درباره کرتی که در تاریخ اسلام با نام قمیص الجفا مشهور است، یعنی کرتی ظلم، کرتی بیرحمی، کرتی بیدادی، کرتی ستم، صحبت میکنیم. آیه که الان تلاوت کردیم از آغاز سوره یوسف احوال این کرته را برای ما بیان میکنند. برادران یوسف از یعقوب خواهش کردند که ما هر روز سیاحت می رویم، در دشت بازی میکنیم، مسابقه میکنیم، شما اجازت ما یوسف همراه خود بریم او هم بازی کند، خرسند شود. یعقوب علیه السلام که از جدایی یوسف باور نداشت و از جدایی یوسف طاقت نداشت و به این گفته ها باورش نبود، به فرزندان کلانش عذرخواهی کرد که من نمیتوانم یوسف به شما روانه کنم، حالا که یوسف خردسال است، حالا این طاقت دشت ندارد، حالا این طاقت آفتاب سوزان ندارد، مبادا اینکه یگان گرگ، یگان حیوان شکاری او را هلاک سازد. اما وقتی که پسرای کلانی بسیار اصرار کردند که نه ما خود او را پاسبانی میکنیم، ما او را مانند گوهره که چشم نگهبانی میکنیم، بیا من همراه ما رود خرسندی کند، قضا الهی بود. حضرت یعقوب هم نگفت نتانیست. یوسف همراه برادراش برای تماشا به کوهسار روان کرد. عزیزان من تصور کنید ما همه یک جای الان در کنعان هستیم، شهر کنعان یکی از شهرهای فلسطین امروز است. با همراه حضرت یعقوب و فرزندان او و یوسف روپرو هستیم. به صحنه در پیش چشم ما نمایان می شود که یوسف و برادر فرزنداش، برادرای یعقوب و فرزندای حضرت یعقوب با یک دیگر گفتگوی دارند. یوسف هشدار کردند برای که یعقوب خرسند شود. حضرت یعقوب از قفای اونها خیلی راه گسیلانید. وقتی که از چشم پنهان شدن قشلاق دور موند، یک بار یوسف از بالای کفتش پرتافت به زمین، برادر کلانیش، و چند شفاطی هم بر رخسارهاش زد که تو پسری ارکه هستی، خیز به پای خود را. چه تحقیرهای در راه یوسف خرسال کردند خدا میداند. نزد چاه رفتند، مشورت کردند که یوسف میکشیم تا اینکه خاطر پدرمان از او جمع شود و به ما متوجه شود. اما یکی از برادرای او، بعضی میگن یهوذا بود، بعضی میگن روبیل بود، به این مشورت رازگی نداد. گفت من هرگز اجازه نمیدم که شما اینو کشه. خب بسیار که ضرورت داشته باشد در یک چاه این کونه است، آب ندارد، در همون پرتایت او خودش نابود شده برود، یکی یگان کاروان می بیاد و همچون برای آبگیری اگر بیاد او را گرفته همراه خودش می برد. هر حال ما از یوسف خلاص می شویم. بیچاره یوسف شفاطی بسیار در رخسارهاش زدند، کرتش از بدنش کشیدند،
آزار بسیار دادند، دست پاش بستن و از بالای چاه سرنگون در داخل چاه چقور پرتافتند. این حکایه قرآنی است. خواب میگذارد یوسف در داخل چاه بایستد تا وقتی که خدا خواهد. بگاهی شام که تاریک شد گریه کنان به خانه آمدند. البته این گریه شیطانی بود، این گریه ریایی بود، این گریه فریب بود. زیرا که بعض آدم ها بسیار استعداد دارند در گریه فریب. این گریه ریا میگویند و جاءوا اباهم عشاء یبکون. بگاهی گریان از در خانه در آمدند. خود یعقوب به این هم تشویش بود که یوسف چی شده باشد. حضرت یعقوب دوام بر آمدند. چی شد؟ فرزندان من چی شد؟ مگر یگان ناخوشی در مالها شد؟ اما بچه جو نه بابا، گفتن مالها همه اینجاست، اما ما به بازی مشغول شدیم. یوسف نزدی لباسهای خود گذاشتیم تا از بازی گشته آمدیم که یوسف گرگ خورد فاکله الذئب. در یک لحظه ببینی پدر سحر نور چشم خود گسیل کرد، از اوسو خبر آمد که گرگ خورد. حضرت مولوی جنونم در معدن حال نظم دارد در این باب که ما در سیر و گشت کوه و صحرا، که ما در سیر و گشت کوه و صحرا، به نزد کاله یوسف بود تنها. یوسف در پیش بارهامان بود. که ما در سیر گشت و کوه و صحرا، به نزد کاله یوسف بود تنها. ورا گرگ بخورد و پیرهن ماند، برفت آمد و از دنیا کفن ماند. گرگ خورد، فقط کرت ماند تنها. ورا گرگ بخورد و پیرهن ماند، برفت آمد و از دنیا کفن ماند. دلی یعقوب شد چون پیرهن چاک، دلی یعقوب شد چون پیرهن چاک، بناله شد زی حزنی چشم نمناک. حضرت یعقوب علیه السلام از شنیدن این خبر دلش پاره شد. اشک خونین از چشمهاش ریختن گرفت. گفت به فرزنداش گفت وقتی که پسر من گرگ خورده باشد یگان نشانه از او هست. در بعض روایات میگوید یهوذا که خیلی آدمی روند و چقام بود، از گریه های زار پدر طاقت نکرد. روز دیگر رفت یک گرگ را شکار کرد و بسته نزد حضرت یعقوب آورد و گفت بابا اگر باور نکنی ان همین گرگ است که پسر تو یوسف خورد. البته این دروغ بود. حضرت یعقوب گریان گفتن گرگ سرته. گرگ از قفس آزاد کردند. گرگ میگوید دم جنبان نزد حضرت یعقوب آمد و رخساری خود بر رخساری یعقوب گذاشت. امام قرطبی در تفسیر می‌آورد اینه. حضرت یعقوب گفت ای مخلوق، ای گرگ، برای چی جگرگوشی من نابود کردی، دل من پاره کردی؟ خدایا تو قادری این گرگ به زبان درار، به سخن درار تا از او من پرسم
حضرت یعقوب دعا کردند، پروردگار میگد گرگ به سخن در آورد. گرگ به زبان فصیح گفت که ای پیغمبر خدا، ای یعقوب، اولون که گوشت پیغمبرها برای ما حیوانات همه حرام است. هیچ حیوان، نه این که گرگ ها پیغمبرها را گوشت نمیخورد. اما من یک گرگ مسافر بودم، یک برادر داشتم، چند سال بعد همون برادرم گم کرده بودم. برای کافتن او من به کنعان آمدم. شاید از این جنگل و کههای کنعان خبری از برادرم یابم. اما فرزندان شما من به ناحق دستگیر کردن و نزد شما آوردن. پیغمبر خدا قسم به خدا گفتند من هرگز در این دیاره که فرزندان پیغمبر دروغ میگویند دیگر نمیستم. من آزاد کن، من میروم. این قضای الهی بود. بچه ها یعقوب خواستن که با آوردن گرگ خداشان بیگناهیشان اثبات کنند در نزد حضرت یعقوب، اما پروردگار اونها را دروغگو بودنشان با به سخن آوردن گرگ آشکار ساخت. حضرت یعقوب گفت پیرهن یوسف بیاره، اگر گرگ خورده باشد پیرهنش بیاره. پیرهن آوردن. حضرت یعقوب کشاده دید همه جا صحت بود، اما خون آلود بود. این خون دروغ بود. و جاءوا علی قمیصه بدم کذب، بزغاله را کشته بودند، در خون او پیراهن یوسف خون آلود کردن و نزد یعقوب آوردن. حضرت یعقوب کرده را کشادن، تنود کردن. بوی یوسف در مشامشان می آمد. گفتن خدایا، گفتن چی گرگ دانای بوده که بدن فرزندی من پاره کرده است و اما کرته صحت، پیراهن صحت. و بچه گو بل سولت لکم انفسکم امرا. ای فرزندای من، گفتن این شیطانیه که شما کرده ایستاده، این وسوسه و مکره که شما کرده ایستاده، این نفس شما، شیطان به شما تعلیم داده است. اما فرزند من زنده است او. فصبر جمیل. من چی کردم؟ غیر از صبر کردن دیگر چاره ندارم. والله المستعان علی ما تصفون. این کرته به نام کرته جفاست. این کرته ظلم، کرته بیدادی که برادران به دادر خود رحم نکردند. از روی رشک و حسد دادر زیبای خود به چاه هلاکت انداختند. دوم کرته که قرآن درباره یوسف علیه السلام بیان می سازد، این کرته براءت است. این کرته که بیگناهی و بیعیبی یوسف آشکار ساخت. اعوذ بالله من الشیطان. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم. صدق الله العظيم. یوسف الان در بازار مصر است.
و کاروانه ها یوسف همچون غلام به نرخ گران در بازار فروختند. و یوسف را وزیر پادشاه با پول قیمت خرید به خانه‌اش آورد و در خانه او همچون خدمتگار به وایو کمال رسید. حسن او مانند حسن ماه بود که چشم بیننده را خیره می ساخت و هر بیننده را مفتون خود می ساخت. از این سبب زنی وزیر همسر او زلیخا از حسن زیبایی یوسف دیگر خودداری کرده نتانست و با او قصدی همخوابگی کردن کرد. قصر زیبایی داشت زلیخا و خانه های داخلی درون به درون یکدیگر و هر خانه به خودش یک نوع آراسته بود، با میبلهاش، با قندیلهاش، با گلیمهاش، با فرفارهاش، با دیوانهای ملایم و تخت خوابوش. روز یوسف با فریب برای نشان دادن خانه های زیبای خود دعوت کرد و یک به یک خانه های خود نشان داده. از همه خانه آخرین که در او رخت خوابوش بود خیلی هم زیبا آرایش داده شده بود و با سخنهای جذاب و مفتون کننده خواست دل یوسف به خود مایل سازد و از یوسف کام دل حاصل کند. اما یوسف پیغمبر بود و کان من المخلصین. خدا میگو از بندگان مخلص من بود و هیچ گمانی نمی رفت که او به این کار حرام دست زند. اما چشم شهوت برای زلیخا کور کرده بود، یعنی شهوت چشم او را کور ساخته بود، عقل او را برده بود. در نزد یوسف با همه زیباگی بگر لباسهاش کشید و با لباسی خواب خوش نمایان کرد. و همت به و هم بها لولا ان رأى برهان ربی. آمد تا اینکه دست در گردن یوسف اندازد و یوسف را همراه خود در بالای رخت خواب خواباند. قصد این داشت. و هم بها، اما حضرت یوسف قصد کرد برای تیل کردن زلیخا به عقیب و رو به گریز آورد. اینجا همه به معنای قصده دفعها بالضرب بعضی مفسران میگوید، نه اون معنایی که بعضی مفسرهای قدیم خدا رحمت کنه در باب حضرت یوسف گفهای بعضی بیادابانه هم هست زدن. ما از بیان آن خودداری میکنیم در این موضوع، زیرا که او تهمت است، او از حکایه های اسرائیلی هاست، از دشمنای خداست که مقصد اونها بدنام کردن پیغمبرا بود. مراد از همه وقتی که زلیخا قصد کرد یوسف به آغوش کشد و بالای دیوان خواباند، حضرت یوسف در نوبت خود قصدی به گریختن کرد و زلیخا را تیله داد و زلیخا از قفای یوسف دوال شد و درها با قضای الهی درهای بسته کشاده شدن گرفتند. اکثر مفسرها امروز لولا ان رأى برهان ربه، مراد از حجتی که پروردگار برای یوسف نشان داد این کشاده شدن درها بود. درها کشاده شدن گرفتن، درهای بسته. حضرت یعقوب یعنی حضرت یوسف شتابان به بیرون دویدن، دهنی دری بیرون آمدن که
شوهر زلیخا همراه یکی از مشورتچی‌هاش که خیلی آدمی دانا بود و خردمند عاقل بود و از خویشاوندان زلیخا بود ایستادی‌اند. فالفیا سیدها لدى الباب، در کشاده شد از یوسف دوان. زلیخا از قفای او کشید، کرته یوسف از پشت تا پایان دامن درید. این واقعه در دری آخران شد. از در بیرون شد که هر دو مرد راست ایستادی‌اند، شوهر زلیخا با همراهی مشاورش. زلیخا که دید شرمنده شد و سیرش آشکار شد، با وجود با مقصد نارسیده زبان به تهمت کشاد و با شوهرش خطاب کرد که این غلام توست، قصد بد برای من کرد، او را باید جزای سخت داد. حضرت یوسف علیه السلام دیدن که زلیخا او را آشکارا تهمت کرد. انکار او گفت که حضرت یوسف در دلش نبود، در خیالش نبود، بنابر دانست که این عشق زلیخا برای او عشق شهوانی است، عشق حقیقی نیست. بنابر آشکارا گفت به شوهر زلیخا که ای مولای من هرگز قصدی بد به همسر شما نداشتم، او خود برای من همین شرایط مهیا کرد، خواست از من کام دل گیرد، اما من اطاعت نکردم و گریختم. برای این شاهد بکار بود. البته شوهر زلیخا میدانست که یوسف دروغ نمیگوید، اما برای تسلی خاطر شاهد طلب کرد. شاهد کی بود؟ ان همون مشاوره که در پهلوش بود. اگر که مفسرین کرام میگن کودک بود در گهواره شاهدی داد. این مفسرین کرام در این چهار تفسیر دارند. آن چیزی که امروز ما او را ترجیح دادیم، چگونه که مفسرای امروزه و از حسن بصری، حضرت امام قتاده، امام سدی، مجاهد، اکرمه، ابن عباس روایت میکنند این همون مشاور بود. و شاهد من اهلها، شوهر زلیخا از شاهد پرسید از رفیقش که کدام اینها راست میگویند، زلیخا راست میگوید یا یوسف؟ او گفت وقتی که من شرفی دوادو شنیدم، یعنی دیدم که شرقی پا بلند شد ایستاده، دو کس دویدی ایستادی‌اند، و هم شنیدم که شرفه دریدن کرته، اما من نمیدانم که این دو کدامش پیش بود و کدامش تفا. نگاه میکنیم. گفت اگر کرته یوسف از پیش دریده باشد، زلیخا راست میگوید، یوسف قصدی بد به او داشت، بنابر یوسف جزا دادن در کار، این دروغ بود. اما اگر بینیم که کرته از تفا دریده باشد، زلیخا دروغ میگوید، او خود قصدی بد به این غلام کرده است و یوسف از جمله راستگوی هاست. حالا کرته رو ندیدیند. او خیلی آدم دانا بود، از فقط شنیدن صداها و شرفها این حکم کرد. وقتی که حضرت یوسف تنش دیدن، پشت گردانده دیدن، کرته از پشت دریدگی، کرته پیش دهد. بنابر او مشاور گفتی به شوهر زلیخا این کاری زلیخاست. گفت یوسف در این عیبی ندارد، چرا که اگر یوسف میخواست به او تجاوز کند، زلیخا برای محافظت خود باید طرف پیش کرتی یوسف میدرانی. این معلوم میشود که زلیخا این قصد داشت، یوسف گریخت، زلیخا برای قپیدن از پشت چنگ انداخت، کرتی یوسف درید. بنابر این کرته در اسلام به نام کرتی براعت است، این کرته که بے عیبی حضرت یوسف علیه السلام
گرته است که چشمان حضرت یعقوب علیه السلام بعد از نابینایی 8 ساله از نو روشن ساخت. خب با قضای الهی یوسف علیه السلام در مصر وزیر شد، وزیر تامینات اقتصادی و خوراکواری. قحطی تمام مصر و شام و اطراف و فرا گرفت. از هر طرف کاروانها برای خوراک به مصر می آمدند و با کاردانی حضرت یوسف علیه السلام ذخیره زیادی از خوراک کرده بود. به هر عائله به قدر ضرورت میداد تا اینکه از گرسنگی رهایی یابند. حاصل کلام در این 40 سال گذشت. گرسنگی هم را فرا گرفت، قحطی، خشکسالی، کنعان هم. برادرای یوسف اشترهای خود حی کنان به مصر آمدند. وقتی که در مصر خبر سخاوت و جوانمردی حاکم آن شنیدند، مصر آمدند برای خوراک گرفتن بردند. وقتی که نزد حضرت یوسف در آمدند، یوسف برادرش شناخت و با اونها بار خوراکی داد. اشترهاشان پر از خوراک کردن، لینچه هاشان بالاشان بار کرد و در وقتی روان کردن خواهش کرد که این مرتبه که می آیه همراه خود او برادری خورده که داره او را هم بیاره. البته ما واقعه را به تفصیل به شما بیان نمی کنم. او یگانه تسلی دل یعقوب بود، بنیامین، که در نزد یعقوب می ایستاد. با صحبت او، با تماشای او، حضرت یعقوب تسلی می یافت از گم کردن یوسف. بنابر وقتی که گشته آمدن از پدر خواستن که به ما این مرتبه بنیامین هم روان میکنی، این برادر خوردی ما نه. چرا که او حاکم مصر از ما طلب کرد که او برادر تانم بیاره، من یک اشتر زاید به شماری ویم به شما خوراکی میتیم. حضرت یعقوب اول راضی نشدن، که گفتن او یوسف برده نابود کرده، باز میخواهیشم بره نابود کنه. اما این مرتبه سوگند خوردن، قسم خوردن که نه ما این کار نمی کنیم، صحت سلامت انشاءالله گردانده می بیاریم. به هر حال بنیامین همراه خود بردن و یوسف علیه السلام بنیامین این مرتبه در نزد خود باقی گذاشت، این من کرد با یک حله. برادرای یوسف وقتی که بنیامین در نزد یوسف باقی موند با تهمت دزدی، دیگر نزد حضرت یعقوب گشته آمدند، غیرت نکردند. آخر گفتند ما چگونه نزد پدرمان رویم؟ وعده کرده بودیم که این سلامت گردانده می بیاریم، اکنون این بنیامین دزدی کرد و در آنجا موند. ما چی میگوییم مورد؟ خلاصه کلام در نزد حضرت یوسف بعضی از برادرای ایستادن، یک قسمی کمش به کنعان آمد. وقتی که خبری دزدی کردن بنیامین به یعقوب گفتن، یک بار چشم گریه حضرت یعقوب باز بلند شد. گفتن این مرتبه هم شما یگان حله کرده. گفتن فرزند من دزدی نمیکند. این مرتبه هم بار اول بار میگن یگان حله کرده برای بچه منو نگاه داشتن، یا این شم نابود کرده. قرآن کریم میکنه فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. قرآن میگوید فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت
فيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. حضرت یعقوب از فرزنداش رو گردان. و گفت ما اسفا ای یوسف من، ای یوسف زیبای من، کجا شدی؟ فابیضت عیناه من الحزن، و از گریه بسیار چشمان یعقوب سفید گشتند. حضرت مولوی جنون یک نظم دارن، خدا رحمتشان کنه. شد از محزونی یعقوب نبی کور، شد از محزونی یعقوب نبی کور، نگر در چاه یوسف زنده در گور. حضرت یعقوب از گریه بسیار چشماش کور شد. بنابر معلوم شد که سبب گریه حضرت یوسف این غمی، گریه حضرت یعقوب این غمی یوسف بود و این گریه سبب کور شدن چشمای حضرت یعقوب گشت. بنابر مفسرین کرام میگن سبب سفید شدن چشمان یعقوب این گریه بود و این گریه را سببش غم حضرت یوسف بود. ابیضت عیناه من الحزن، از غم چشماش کور شد. شاید اینجا کسی سوال کند که آخر باید پیغمبر خدا بود، باید در قضا الهی صبر میکرد، مگر گریه کردن او این اعتراض به قضای خدا نبود؟ مفسرین کرام در این چند جواب میگویند. یکی از جوابها این است که گریه حضرت یوسف برای آن بود، حضرت یعقوب برای خاطر آن بود که وی میدانست جگرگوشه او یوسف زنده است، او میدانست اینه، اما ترس او برای خاطر آن بود که مبادا از دین باباهاش جدا نشود، مبادا از دین جدا شده کافر نشود. برای خاطر این گریه میکرد. از این گریه در طاعت خدا بود. و دیگر جوابی که مفسرین کرام میگویند این است که گریه که فقط مجرد آب یعنی اشک ریختن باشد، مجرد سوختن باشد، این مذموم نیست. آن گریه که مذموم است داد و فریاد کردن و رخساره ها را کندن و گریبان چاک کردن، این است مذموم. خود گریه چقدر که باشد و این مذموم نیست. بنابر حضرت یوسف حضرت یعقوب فهو کظیم، خدا میگه یعنی او گریه میکرد، ناله میکرد، غم میخورد، اما صداش بالا نمیکرد، صداش بلند نمیکرد. معنای کظیم اینه در دلش پنهان میداشت غم خدا. نمیشه رسول اکرم وقتی که حضرت ابراهیم پسرشان وفات کرد آب دیده هاشون میریختن، حضرت عبدالرحمن ابن عوف گفتن ما هذا یا رسول الله، ای چی گفتن؟ آخر شما از گریه من میکنی نای میکنی؟ حضرت گفتن این رحمت میگویند ان العین لتدمع و ان القلب لیحزن ولا نقول ما یسخط الرب. آره چشم اشک میریزد، دل میسوزد، اما سخنی که سببی غضب خدا باشد این سخن ما نمیگوییم. وقتی که حضرت یعقوب علیه السلام که بسیار گریه کردن گرفت، بچه هاش ناراحت شدن از گریه بسیاری، او گفتن حالو
تالله تفتأ تذكر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الهالکین. گفتم بابا اینقدر یوسف میگویی، آخر از غم یوسف یا کسل میشی یا هلاک میشی. گفتن برای چی خود اینقدر عذاب میتی؟ اینقدر گریه برای چی؟ حضرت یعقوب در جواب چی گفتن؟ قال انما اشکو بثی و حزنی الى الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. گفتم بچه هم من این غم خود و این درد دل خود فقط به پروردگارم شکایت دارم. انما اشکو بثی و حزنی الى الله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گاه نماز بامداد به سوره یوسف میخواندن، همین آیت که می آمدن فریادشون بلند داد میگفتن در این نماز انما اشکو. انما اشکو بثی و حزنی الى الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. من این غم خدا و این درد خود دل خود به پروردگارم شکایت میکنم و آن چیزی که من از اسرار خدا میدانم شما از آن نمیدانید. حضرت یوسف علیه السلام خبر نابینایی پدرشان نشنیدند، برادرانشان خیرات کردند، بعد از شناسایی دادند، گفتند این چه کرته من شما بمیره. بره گفتن بالایی سری پدرم ده پرتایه او بینا میشه. گفتند قرآن حکایت میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باهلکم اجمعین. ای برادران گفتن خیلی کرتی من بره. گفتن من از پدری دل سخته من اعمای من و این کرتر در بالای سرش پرتایه، از رسیدنی کرتی من در رخسارهای او چشماش بینا می شود. بعد از آن حضرت یعقوب گفتم با همه فرزندان بیرهاش گرید و نزد من بیاره. این از کرته شفا. فلما فصلت العیر قال ابوهم. کاروان از مصر جدا شد، روانه شد به سوی کنعان. بگوید یهوذا که در این چند سال به کنعان باز نگشته بود، از خجالت پدر با یوسف گفت برادر عزیز همون کرته خون آلوده من نزد بابام برده بودم و با آوردن این کرته دل او را چاک کردم و چشمان او را پرخون که از گریه کردم. اکنون خواهش میکنم همین بارم این کرته شفارت من برم، مانند که بار اول با آوردن کرته دل او را چاک چاک کردم و چشماش کور کردم، این کرته را برم چای چشم او روشن شود و از من راضی شود. جناب یوسف کرته را با یهوذا داد. فلما فصلت العیر، کاروان با خوراکی بسیار از مصر جدا شد.
به سوی کنعان روانه. قال ابوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. الله، 10 روز را مسافه بود. 10 روز از مصر تا کنعان مسافه راه است. حضرت یعقوب علیه السلام همراه نبیرهاش و خویشاونداش نشسته بود. سحر ناگهان یک باد فانه وزید. یعقوب گفت به فرزندان خود من بوی یوسف یافته ایستادم. این در وجود من بوی یوسف آمده ایستاده است. در مشام من بوی زیبای یوسف آمده ایستاده است. اگر شما من دیوانه شد نگویه والله من بوی یوسف دیدی ایستادم، من بوی یوسف شنیدی ایستادم، من بوی یوسف بوی کشیدی ایستادم. حضرت یعقوب گفتن چشماش کور بود. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. اگر نگویه کی بابای ما دیوانه است، عقلش کم شده است، نگویه من در مشام من بوی خوشی یوسف آمد ایستاده است. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. الله، بچه ها چی گفتن؟ بابا قسم به خدا تو همون دیوانه قدیم هستی. گفتن جیم یوسف تو رو دیوانه کرده است. گفتن عقلت پریشان شدگیست، بنابر بهتر بکار یوسف بگویی. لفی ضلالک القدیم. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگویند این کرته شفا کدام کرته بود؟ یوسف از کجا میدانست که یک کرته عادی میتواند چشمای اعما گشتی یعقوب بینا کند؟ از کجا میدانست؟ عزیزان من، این کرته عادی نبود. این همون کرته بود که پروردگار حضرت ابراهیم علیه السلام در داخل آتش پوشانیده بود. این از حریر جنت بود و ابراهیم این کرته را به اسحاق پوشانیده بود و اسحاق به یعقوب داده بود و از یعقوب به حضرت یوسف رسیده بود. چگونه رسید؟ حضرت یوسف که خیلی زیبا بودن، خوشرو بودن، حضرت یعقوب می ترسید از چشم رسیدنی به او. بنابر همین کرته حضرت ابراهیم که از حریر بهش بود در یک تومار، این یک قالب از نقره جا کرده بود، مثل قبچقی ساعت بارین در داخلش محکم کرده بود. در گریبان حضرت یوسف آویزان بود، این در گردن برای خاطر چشم نرسد. بنابر حضرت جبرائیل آمد گفت که یا یوسف ارسل قمیصک هذا فإن فيه ریح الجنة وریح الجنة لا یقع على سقیم ولا مبتلا الا عوفیه. جبرائیل گفت یوسف همین کرته روان کن، این کرته بوی جنت دارد و این کرته را بوش در مشام هر بیماری که رسه او شفا میابه. گفت بنابر حضرت یوسف این کرته را روان کرد. حضرت مالک ابن انس رضی الله تعالی عنه پرسیدند که ای امام چگونه ممکن است که از 10 روزه راه شمال بوی پیراهن یوسف به یعقوب آورد؟ این چگونه ممکن است 10 روزه راه؟ حضرت مالک چی گفتند؟ عزیزان من، هر یک آدمی شک داشتگی این خود جوابی برای است. حضرت گفتند انما اوصله من اوصل عرش بلقیس
الى سلیمان علیه السلام قبل ان یرتد الیه طرفه. گفت این بوی کرتی یوسف همون خدای به مشام یعقوب آورد که تخت بلقیس در یک چشمک زدن نزد سلیمان را حاضر کرد. همون خدایی که تخت بلقیس پیش از یک چشم زدن در پهلوی سلیمان حاضر ساخت، انا همون خدا بوی پیرهن یوسف از 10 روزه را در یک لحظه به مشام یعقوب رساندید. حضرت مالک بن انس گفتند الله. قرآن چی میگه کن؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. الله الزن من لحظه خرسنده رو بینی، چه لحظه زیبایه، چه لحظه خوشه. کاروان به کنعان آمد، یهوذا شتابان به سوی خانه دوان شد و رفت که یعقوب در صحن حولی همراه نبیرها نشسته است و دوان کرده در بالای سر پدر انداخت و یعقوب پیرهن یوسف در چشماش مالید. فرتد بصیرا، چشمهای کورگشتی او از نو بینا شد. الله، خدا به این کار قادر است. والله علی کل شیء قدیر. فرتد بصیرا. حضرت یعقوب علیه السلام وقتی که چشمهاش روشن شد، وقتی که بچه هاش در پیش او سرخم کردن و آمرزش گناه طلب کردن و رازگی حضرت یعقوب پرسیدن، حضرت یعقوب گفتن بچه هم صبر کنه باشه بودن، من خدا خواهد گناه شما رو میگذارم، من خدا خواهد برای شما آمرزش گناه طلب میکنم، اما باشه صبر کنه بودن. از شادی نمیدانست برای این سیوانچگیر حضرت یعقوب چی دهد. تختی بود. با یهوذا گفت، جان من گفت والله من چیزی ندارم که تو رو سیوانچگیر تیم. والله 7 روز از 2 خانه من نان نپخت از که من یک نان تو رو سیوانچگی تیم. اما آن چیزی که من برای تو میگویم این است که اللهم هون علیه سکرات الموت. گفت دعایی من برای تامین است که پروردگار در لحظه های آخر گفت سکرات مرگ برای تاست. البته عزیزان من برای مسلمان از این بزرگتر تحفه نیست، بلکه سخت‌ترین حالت برای هر شخص این لحظه آخر است. امام قرطبی میگویند خوشا به حال ته یهوذا که به این مکافات نائل شدی. خدایا گو این بچی من در حالت آخر تلخی جان کندنش آسان گردان. این است گفت سیوانچی من برای تو بچه. این بود قصه های این 3 کرته که قرآن درباره یوسف برای ما حکایه کرده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و در این لحظه های نزول رحمت و در این لحظه های رقت و ملایمی دل
و ریختن قطره های اشک از چشمه ها که رسول اکرم می فرمایند اغتنم الدعاء عند الرقه. عزیزان من می خواهم دعا کنیم پروردگار به حرمتی اشک چشمای ریخت شما و به حرمت دل سوخته شما دین مقدس اسلام در روی زمین غالب گرداند و قانون قرآن را خدایا در تمام عالم حاکم گرداند و شهر بیت المقدس که مقام و قرارگاه حضرت یعقوب بود از نو به اختیار بندگان موحد مسلمان سپارد و دشمنان اسلام و پروردگار هلاک و سرنگون گرداند. آمین یا رب العالمین. این سرزمین جمهوری ما همیشه آرامی و تنجی پایدار و بردوام باشد و رئیس جمهوری که کفیل صلح و آرامیش و کفیل آزادی و یعنی تنجی ماست، پروردگار عمر دراز و توفیق بندگی و تن صحت نصیبش گرداند و برای آزادی دین و برای آزادی مسجدها تمام شرایط برای ما مهیا سازد و فقیری و تنگدستی و محتاجر خدای از این جمهوری ما دور گردان و جمهوری ما را یکی از دولت‌های پیشقدم و ترقی کرده اذیت اقتصادیات گردان. آمین یا رب العالمین. الحمد لله الحمد لله الذي جعل محبته في صدور العشاق وكدر حالهم بظلمة الافتراق وروح حالهم بهذا الاحتراق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاسم الآجال والأرزاق. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب التاج والمعراج والبراق. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الطلاق. خصوصا على الإمام الهمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق أفضل الصحابة بالاتفاق. وعلى الإمام الهمام أعدلهم أمير المؤمنين عمر الفاروق صاحب العدالة في الأنفس والآفاق. وعلى الإمام الهمام أحلمهم أمير المؤمنين عثمان ذي النورين جامع الآيات والأوراق. وعلى الإمام الهمام أشجعهم أمير المؤمنين علي الرضي الوفي قاتل المشركين وأهل النفاق. وعلى الإمامين الهمامين أيها الناس عجلوا بالتوبة قبل الموت
وعجلوا بالصلاة قبل الفوت.